سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز میخوایم یک چکی وطنی جور کنیم. ما طریقش هم برش نشان بدیم. اینی آرد است، از اینزی آرد ما استفاده نم. یا ایرم داخل ازی گذاشتم، ازی خمیر مایه ازی استفاده نم که چون زود خمیر مونه. ازی خمیر اندازه انداختم. یعنی نمک است که ازی نمک مقدار ضرورت ازی مندازم. ازی مکه انداختم که ای خیلی چیزه، مزیش را خیلی خوشمزه میخواد. از یک استفاده کنید، خیلی تیکی کسا خیلی خوشمزه میه. دیگه دوستا ما کسم از این شیر مندازم برشی توش با هم یک جای کدوم با زیر گرم نم که نی چی شونه. شیر از مو گرم بایم کنو روغن خود را آو کنه. خیلی از میکرو گذاشتم که اینجی گرم شونه. دوستا یک چی مندازم، بوره مندازم. یعنی رقم چی شد، گرم شد روغنم که خود را چی کدک روغن خود راو کرد. اینا لیر میگرم با هم چی منو مخلوط منو دوستا. دوستا یک چند دقیقه گذاشتم اینجی که چی شونه خمیر اسمو بال باید ایره آماده چیز است که ایره رس کنم و داخلی داش بگذارم. دوستا این رقم جور کدوم رس کدوم میره یا داخلی چیز میگذارم، داخلی داش میگذارم که تا پختش نه. گذاشتم تا که اینج خوب پخته شونه. دوستای عزیز اینیم نتیجه، خیلی خوب شو آمده، خوبش زرد شده دیگه. اندازه چیز داشت که برابر کنید، مثلا من بله 200 دادم دیگه. خوب میتر خوب سایه پخته شده، خوب زرد شده دوستا.